هموطنان نازنین، امروز ما آمدیم در دیدانای کابل. خب چقدر وقت میشه که تو بایسکل رانی را یاد گرفتی؟ زیاد وقت میشه یاد دارم. خب کار ضعیف است. ضعیف است؟ کار چیز نیست. صبح تالی دو کلا سودا کردم. اول از رقیبتر بود، حال از خوب شده. این کشمش از کدام ولایت میاری؟ با چطور از کار برده یا آخر؟ یه از غزنی میاریم ما. فروشات مارکت به ایس فروش یکم ذره بالا رفته. خب داینده میخوای چه شوی؟ داینده میخوایم امنیت برم. امنیت. هموطنان نازنین، سلام، وقتتان بخیر باشه. امیدوار هستم هر جای از دنیا که هستین صحت سلامت باشین و ماه مبارک رمضان به خوبی و شادمانی سپری کرده باشین. هموطنان نازنین، امروز ما آمدیم در دیدانای کابل و ای که کاروبار هموطنان عزیز ما چگونه به پیش میره در ماه مبارک رمضان و همچنان ببینیم که مصروف چه کارهایی هستند و شما بیننده برنامه باشین و برنامه را تعقیب کنین. ما هم میریم صحبتایی می داشته باشیم با کسانی که اینجا مصروف هستند در رابطه با کار و مصروفیتشان و ای که در ماه مبارک رمضان چگونه کارشان به پیش میره. شما هم بیننده برنامه باشین و برنامه را تعقیب کنین. سلام بیادر، خسته نباشید. خوب هستید؟ سلام علیکم شده. خوب هستی؟ بخیر جان جور است. تشکر. در ابتدا خودتان یک معرفی داشته باشین. اسمتان؟ اسم عمران باشنده دیدانا. خب خودت ترکاری میفروشی، چطور است فروشات در یک آخر؟ شکر خوب است الحمدلله. خب وقت را بهتر است. چرا ماه مبارک رمضان از زیاد مردم استفاده میکنه. پالک گندنه بختر برونی. خب پالک چیزا. مردم خود استفاده میکنه چون ماه مبارک رمضان است. باز قیمت فروشات چطور است؟ خوب است. خوب است. اولتر روزه که بود، روزه اول از رقیبتر بود، حال از خوب شده. دسته در پاس وقت 20 روپیه بود، 15 روپیه بود، حالا در بشه. خب ما که میبینیم ماه مبارک رمضان از و بیشتر هموطنان ما با مشکل اقتصادی مواجه هستند. خب کسانی که مثلا پولدار هستند و اقتصادشان خوبتر است، میخوایم به عنوان یک شهروند نظر تا داشته باشین که باید به دیگه مردمان کمک کنن یا خیر؟ بله، یا باید کمک کنیم، دست یک مسکین بیچاره را بگیریم، کمک کنیم و همکاری کنیم. باید همین از آدمی چی خواهش میکنیم تو جالای ما که این مردم که بسیار نیازمند است امیر کمک کنیم. بخیر باشی، زنده و سلامت باشی. به عنوان یک جوان میخوایم دیگه پیام تا داشته باشیم. به عنوان یک جوان میخوایم که بیاید بچه‌ها درس بخونن، قرآن بخونن، حدیث بخونن، در راه الله درس. سلامت باشی، زنده باشی، در کار بارت برکت و خودت خوش. سلامت باشی. در کنار ما یکی از دخترایی که در جاده‌های کابل رانندگی بایسکل میکنه. واقعا استعدادشان قابل قدر است. سلام، خوب هستی جان جور؟ تشکر. شما خوب هستین؟ بخیر باشی. نامتون؟ نام بهشت است. خب صنف چند مکتب هستی؟ صنف 6 مکتب. صنف 6 مکتب هستی. بایسکل رانی را بلد هستی؟ بله. یا خب چقدر وقت میشه که تو بایسکل رانی را یاد گرفتی؟ زیاد وقت میشه یاد دارم. خب از طفولیت؟ بله. خب این بایسکل را کی خریده و از چی استفاده میکنی؟ در مدرسه میری، مکتب میری؟ نه، اینا به خاطر که اینجا پشت سودا میایم. فقط پشت سودا؟ دیگه مدرسه که میری، مکتب میری ازش استفاده نمیکنی؟ نه، استفاده نمیکنم. در مکتب اجازه نمیتن؟ نه دیگه طالبان نمیمونه صنف 7. خب صنف 6 هستی، صنف 7 شدی. خب خودت صنف 7 مکتب هستی. اگر مکاتب باز شود چی آرزو داری که در آینده چی شوی؟ آرزو دارم دکتر شم. خب آرزو داری دکتر شوی. خب اگر دکتر شوی به مردم خدمت میکنی یا که بله، چرا نه؟ خب آرزو خدمت کردن به مردم. بله. دختر کلان خانواده هستی که از این بایسکل استفاده میکنی یا نه، خرد خانه هستم. خرد خانه هستی، نازدانه دیگه. بله. خب زنده باشی، بخیر باشی. شما زنده باشی. خداحافظ. خداحافظ.
بیشتر صحبت میکنین در مورد کاروبار و چگونه ای که در ماه مبارک رمضان چگونه کسایی که در جاده ها کار میکنن کارشان به پیش میره. سلام، وقتت بخیر، خوب هستی بیادر؟ خوب هستی بخیر، ما شکر الحمدلله کار ما خوب است. ما از خدا راضی هستیم که تن ما سالم باشه. فهمیدی ما دیگه امی کاروبار ما خوب. چند سال میشه خودت همینجا کشمش میفروشی؟ امی 2 سال 3 سال میشه. خب این کشمش از کدام ولایت میاری؟ با چطور از کاروبار در یه وقت؟ یه از غزنی میاریم ما. خب از ولایت غزنی؟ آره. خب با زمان مبارک رمضان قیمت ها بالا رفته یا ای که قیمت ها مناسب است؟ قیمت ها هر کسی بالا میبره. اگر ما هستم هر کسی هست قیمت نمیکنه، به 10 روپیه به 20 روپیه به کیلو قیمت نمیکنه. هیچ کسی هم قیمت نمیکنه. اگر کسی ما شما قیمت میکرد متن ما جور میشد. هیچ کسی هم قیمت نمیکنه. خب کیلو چند است باز کشمش؟ ما 100 دروغ نمیگیم، 120 خودم خریدم، 160ش میپرشم. اگر 150 میپرشم دروغ نمیگم. آره باز میخرن هموطنا یا که کمرنگ است فروشاتتان؟ نه خوب است الحمدلله، کاروبار خوب است. روزی 600 700 500 تو میمونه. خب زنده باشی. زنده باشی. بخیر. خداحافظ. خداحافظ. هموطنان نازنین، ما میریم داخل دکان و یک که اینجا کچالو به فروش میرسه و انواع ترکاری باب است. بیشتر صحبت میکنیم در مورد کاروبار و فروشات شده ماه مبارک رمضان باش که من نفتم بیادر. سلام، خوب هستی؟ جانت جور است بیادر؟ و علیکم السلام، مانده نباشی، بخیر هستی؟ صدا خوب است؟ اسمتان؟ سبعون هستم. خب خودتان دکان ترکاری فروشی دارین؟ بله، ترکاری فروشی شد. چطور است در ماه مبارک رمضان قیمت فروشات؟ والا شکر فضل خدا است دیگه. از فروشات مارکت به حیث فروش یکم ذره بالا رفته. خب چقدر تفاوت کرده نسبت به قبل از رمضان؟ قبل از رمضان والا تو یک 20% بالا رفته. خب باز چطور است که کاروبار نیست و هموطنان عزیز ما هر کدامش به مشکلات اقتصادی مواجه هستند؟ با فروش میرسن نمیرسن؟ والا این ترکاری باب خاصیت داره که ضرورت در خانه است. بله. والا دیگه که اقتصاد مردم صفر است و خیر بازم همه کسی که کار داشته باشه و حتما ضرورت خانه خود پورا میکنه. خب این که ماه مبارک رمضان از خودت به عنوان یک شهروند، کسایی که اقتصاد خوبتر دارن، چه تاجر هستن چه در بیرون از کشور هستن، و اگر یک پیامی داشته باشی که باید به کسایی که ندارن کمک کنن، کمک زمستانی، میخوای به عنوان یک جوان پیام تا داشته باشیم؟ پیام ما با مردم تجار و پیسه دار نمیسته که در این ماه مبارک رمضان ماه پر برکت است. بله. که دست غریب و مظلوم بگیرن و کمک واسطوان خود کردشان کنن. سلامت باشی، زنده باشی. اگر در رابطه با قیمتان بر ما بگویی، قیمت بانجان کیلوش چند است و همچنان از کدو از اینا هم اگر بر ما بگویی؟ بس بانجان خو فقط چارک 60 روپیه و کدو از کجا میآید؟ ایرانی میاد. خب این از کشور ایران میاد؟ آره کشور ایران میاد. کدو از وطن خود ما شماست. از کدام ولایت؟ از ولایت جلال آباد لغمان میاد. امی مرچ دلما ما تو وطنی میاد. از کدام ولایت است مرچ؟ از جلال آباد. و امی زیادتر سبزیجات که از ولایت لغمان و جلال آباد و گرمسیر میاد فقط. یعنی رومی ایرانی میاد، کچالو که اسی پاکستانی میاد. کچالو از پاکستان میاد؟ کچالو پاکستانی میاد. سیر چند است؟ سیر 160 روپیه. با امید از اینکه فروشات شما رونق بگیره و مشکلات اقتصادی همه ما شما حل شود. زنده و سلامت باشید. از اینکه صحبت کردید. بخیر. خب هموطنان نازنین، طوری که امروز چندم حمل است؟ تاریخ چند است؟ تاریخ 6. تاریخ 6 ماه حمل است و ماشاءالله پسرای بسیار با استعداد، لایق، همگیشان طرف مکتب روان بودن. ما هم میخوایم بیشتر در مورد درس و تحصیلشان، آیندهشان صحبت کنیم. سلام، خوب هستی جان جوره؟ خوب هستی خوره خیرتیه. سلامت باشی. اسمتان؟ فیض الله. خب صنف چند مکتب هستی؟ 7. خب صنف 7 مکتب هستی. در کدام مکتب؟ گذرگاه ادب. خب گذرگاه ادب مکتب خصوصی است. چندم نمره صنف هستی؟ وقت سیم. خب سیم ماشاءالله. کدام مضامین زیاد دوست داری خودت؟ کلش فرق نداره.
تمامش میخوری؟ آخ فرق نداره دیگه. خب بسیار خوب. خودت ماشاءالله سوم نمره صنفت هستی. داینده میخوای چه شوی؟ داینده میخوایم در امنیت برم. در امنیت. چرا امنیت انتخاب کردی؟ بسیار یک رشته خوب است، بسیار خوشم میاد. خب خوشت میآید؟ دلیلی از این چی میبینی که علاوه از اینکه خوشت میآید دیگه امنیت چی به درد میخوره؟ از مردم خود محافظت کنیم بسیار و دیگه با کسی دیگه در ارتباط باشیم. خب بسیار عالی. کسایی که مثل خودت پسرها هستند و کارگر هستند توانایی زیر ندارن که مکتب برن، پیامت به اونا چی است؟ پیام به من موسته که بره یک جای درس بخوانن، در مکتب دولتی کوشش کنن، خدا برسانند یک جای. از این کوچکشتی از یا چیز جور نمیشه. سلامت باشی، زنده باشی. ما هم صحبت میکنیم با اسمتان؟ شکرالله. صنف چند مکتب هستی شکرالله؟ خب چند نمره صنفت هستی؟ 4 هستم. خب بسیار خب. کدام از مهمتر زیاد دوست داری؟ دلیله دریره. خودت یک شعر یاد داری بداری به ما بگویی؟ نیست. خب یک شعر از سر که میگه مکتب رفت آدم میشود، نور چشم خلق عالم میشود. بسیار خوب. چرا این شعر حفظ کردی؟ خوشت میاد؟ آفرین. هر که مکتب رفت آدم میشود، نور چشم خلق عالم میشه. خب خودت داینده میخوای چی شوی؟ من خودم دکتر. خب چرا رشته دکتری انتخاب کردی؟ دکتر به درد میخوره، یا مریض یا چی در وطن چی است. خب دوست داری که دکتر شوی و در افغانستان خدمت کنی؟ بله. با خیر سلامت باشی. صحبت ای برادرت است؟ نه انصفی هستی. خب صنفیت. سلام، خوب هستی؟ سلام علیکم. اسمتون؟ نصرت الله. نصرت الله جان. صنف چند مکتب هستی؟ صنف 6. صنف 6 مکتب هستی. کدام مضامینت زیاد دوست داری بخوانی چون اول سال است و تصمیم داری که خوبتر و بهتر بخوانی؟ داری؟ خب کدام شعر دری را یاد داری که به ما بخوانی؟ شعر تا فعلا نه. هیچ یاد نداری؟ نه شعر یاد ندارم تا بالای و خاطر که چیز است نو شروع شده. خب انشالله بخیر یاد میگیری. خودت داینده میخوای چی کار شوی؟ خودم معلم. چرا یکت میگه که در امنیت میرم، دیگه میگه که دکتر میشم و خودت هم معلم؟ چرا رشته معلمین انتخاب کردی؟ چیکامو خوب است. خب حتما استادایت هم دوست داری دیگه. بله. خب زنده و سلامت باشی، آینده درخشان داشته باشین. بخیر باشی. سلام کاکا، خسته نباشی. خوب هستی؟ جان جور است؟ بخیر جان جور است. سلامت باشی. خیر ببینی. چطور هستی؟ امروز ماه مبارک رمضان. خوب است، فضل خدا تیر میشه. کاروبار با چه قسم به پیش میره؟ خوب است یا کار ضعیف است؟ ضعیف است. کار چیز نیست. صبح تالی دو کلا سودا کردم. خب این کلا از کدام ولایت هستن؟ آیا در کابل ساخته میشه یا که شما از ولایت میارین اینجا سودا میکنین؟ ما از منډی میخرم، از دکاندار از جای دیگه میاره دیگه. خب این تو نمیفهمید که از کجا میاره؟ نه نمیفهم که از کجا میاره. خب شما که ما میبینیم دیگه تمام این چیزایی که به فروش میرسانین دشانه تان از ماه مبارک رمضان فروشات تا نام گفتین خوب نیست. خواستت از کسایی که اقتصادشان خوبتر است، پولدار هستن چیست؟ خاص معمی است که با غریبا کمک کنه. هرچی که واسه میرسن با همین مردم غریب بیچاره که است کمک کنه. خدای خیرش بده دیگه. خب نانآور چند نفر از اعضای فامیل هستی خودت؟ 8 نفر هستم. خانه کرایی است؟ نه خانه از خودم است. خب بچه کلان نداری که امروز کار کنه؟ نه خورد است بچه. خب تنها دیگه خودت کار میکنی؟ تنها خودم کار میکنم. خوبی که سال 1403 است حتما اولادا مکتب میرن یا مشکل است دیگه؟ بله مشکل است. حالا هم کتابچه برشان گرفتی؟ نه تالی نگرفتم ابرش. خب باید نسبت از اینکه پول ندارین؟ با پول ندارم. خب سلامت باشی کاکا جان، با امید از اینکه مشکلات همه حل شود. خیر ببینیم، بخیر باشی. شما را خدای خیر بده که کتی ما وقت دادی. شما خدای اجر بده. خودت هم خداوند اجر بده. خداحافظ.
هموطنان نازنین، امروز روز ماه مبارک رمضان است. ما هم سری زدیم به دیدانهای شهر کابل و شما هم مشاهده کردین در جریان برنامه که بیشتر هموطنان ما خواهان ازی هستند که امروزشان کمک صورت بگیرد در ماه مبارک رمضان و همچنان خواست ما از کسانی که اقتصاد خوبتر دارند، پولدار هستند، در این ماه مبارک رمضان باید دست هموطنان عزیز خود بگیرند، چون ماه بسیار پرفیض و پربرکت است و ما هم ناگزیر هستیم در اینجا برنامه خود به پایان برسانیم تا برنامه بعدی که من شمین اجرابی با جمع از همکارانم در خدمت شما قرار میگیرم. همه ایتان به الله پاک و بی‌نیاز امانت میسپارم. وقت بر همه شما خوش.